رود و سوز کم نشد. یارانی نیکو یارانی همدم، باشد با هم خوشبخت و خرم. وقتی تو خوش باد کیرینی خوش رو، زیبنده بادد داماد دلجو. باشد با هم یک جفت زیبا، تا هست خورشید تا هست دنیا. سخن با استاد دملو عبدالله میده. مرحمت. رحمت. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم جماعت، الان در بالا استادا خیلی از سخنهای در حیات ما که چقدر در کار سخنها گفتن. البته کلم انسان که من کان له سمعا و طاعا فیکون خیرا له، کلم انسان که شنیده انشاءالله عمل کند در حیات نیکیش میبیند. البته این استادها سخنها در حیات ما، نه در حیات ما بلکه در آخرت هم منفعت بدهی سخنها گفتن. انشاءالله درباره سیله گفتن، یعنی سیله رحم. سیله رحم گفتن انسان به پدر و مادر، به خویش و اقرب، به نزدیکای خود نیکی کردن سیله رحم میکنه. در سوره رحم به آیت کریمه سر کنیم انشاءالله. استعذ بالله و یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین. ای محمد علیه السلام، ایت میپرسن که ما چی انفاق کنیم، یعنی احسان ما در کجا ادا کنیم. گفته ایت میپرسن، بگو ای محمد بالوالدین، گفت پروردگار یکم به پدر و مادر همو احساناتونا خیراتاتونا به پدر و مادر انجام دهید. ثم الاقربین، بعد از پدر و مادر به خویش و اقربا. انشاءالله درباره خویش و اقربا میگیم. سبب ما با کلان سالایی که با کمتر پیشتر حیات دیگه صحبت کنیم، پیش رفتار دیگه حالت بود، پیش مهر و عاقبت بود میگم، نه که حاضره همون چیز نیست میگم. برای این اصلاح کردن هر یک انسان ای خودش سر کند انشاءالله جمعیت اصلاح می شود. من مثال با خویش و اقربای خودم مهر و محبت، مثال رشته باز بسته نیک کردن اگر دوام دیم انشاءالله جمعیت سکن سکن چکا میشد؟ نیکی میشد. پیامبر علیه السلام در حدیث مرحمت میکنه. قال نبی صلی الله علیه و سلم یقول الله تبارک و تعالی انا الله و انا الرحمه و خلقت الرحمه و شققت له من اسمی فمن وصلها وصلته و من قطعه قطعته. حدیث قدسی پیامبر کرام سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم از جانب پروردگار مرحمت میکنند. پروردگار در حدیث قدسی مرحمت کرده، گفته بود من خدا هستم، یعنی الله من هستم و من هستم رحمان و رحمه ای رحم نومم وابسته کردم. کدام انسان سیله رحمه بندد، سیله رحم عمل کند، بس من رحمتم کتی انسان را چکا میکنم؟ به رحمتم سزاوار میگم. کدام انسان سیله رحمه برد، منم ای رحمتم او انسان را چکا میکنم؟ میبرم. گفته پروردگار مرحمت کرد. demek سیله رحم در کدام حالت بریده میشه، در کدام حالت وابسته میشه. پیامبر علیه السلام پیش یک جان اومده، یا رسول الله من هرگاه به خویش و اقربای خودم نیکی کنم لیکن بر من باز چی میکنن؟ بدی میکنن. من نیکی کنم بر من بدی میکنن. آیا برای کار من یگون نیکی همین من همین کار دوام دادن گیرم یا دوام ندیم؟ گفته پرسیدن بر پیامبر علیه السلام اذا كنت فی ما قال، اگر تو در همین گفتگی عملت باشید البته پروردگار بهترین جنت نتا داخل میکنه. یعنی سیله رحم کدام انسان میبندد؟ کدام انسان که خویش و اقرباش ایوه سیله رحم کرده باشد همون انسان با دوام دید سیله رحم واصل، یعنی سیله رحم بستگی انسان گفته رحمت پروردگار نه سزاوار میشه. کدام انسان اگر بریدن گیرد البته رحمت پروردگار دور شدن سبب میشه. عن عبد الله بن ابي اوفا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزل رحمة على قوم فيه قاطع الرحم. پیامبر علیه السلام در دیگه حدیث خود مرحمت کرده بود. البته رحمت یعنی رحمت پروردگار در کدام قومی که سیله رحمت بریدگی در همون قوم چی نازل نمیشه. گفتم مرحمت کردن. demek در رحمت پروردگار ما
سزاوار شدن سیله رحم شدن شرطه. سیله رحم نباشه رحمت پروردگار ما دور میشه. البته سیله رحم نشدن با رحمت دور شدن با دانیم که در اونجا مصیبت فتنه فساد میشه. در کدام جایی که رحمت الله نازله، در کدام جا رحمت پروردگار نازله، البته اونجا نه سکینه تنجی خاطر جمعی انشاءالله. پیامبر علیه السلام در دیگه حدیثی میگن من احب یهونوس لرزقه، کدام انسان میخواه که نومی وی بردوام شدن شد و ینسا فی الاثاره و در حیاتش برکه شدن شد، یعنی در خاندانش تنجی شدن خواه، بس سیله رحمه وابسته کنه. گفتم پیامبر علیه السلام دیگه هر یک ما شما میخوایستگی حدیث، یعنی هر یک ما شما وابسته بودگی میخوایم که در حیاتامو تنجی خاطر جمعی برکه شدن شد میخوایم که برای همین سیله رحم ما و شما در چی بده؟ ضرور بده. اگر سیله رحم نباشد فردا ما از دنیا گذشتن بعد یگان انسان در حق ما دست کشیده دعا نمیکنن. اگر ما در همین دنیا نیکوی باشیم، عمل نیک با خویش و اقربا معامله زود باشه، انشالله فردا نبیراهای ما فرزندای ما دست کشیده دعا کنن، این انسان در ثواب رفته میسد انشالله. پیامبر علیه السلام یگان گناهی که وزمی نیست گفتن ای کدام انسانی که سیله رحم میبره، کدام انسان سیله رحم میبره پروردگار جزاش در دنیا هم میداده و در آخرت هم ذخیره میکنه. ده انسان بده کدام انسان بغیگی کنه، بغی گفته شریعت ننبدگی اسلام ننبدگی یک کار داخل کرده گناه انسان ها دلالت کنه. یک انسانی که خیش اقربا کتی معامله اوزول کسل با گفته عموما بطق و ریشش خیش اقرب کتی برادراش کتی بریده میونه، پروردگار هم در دنیا جزاش تیز در حالت تیزی میداده، هم در آخرت برای این خیلی انسان جزا مقرر بوده. برای همین ما شما ایدتا چیز ای دنیا هم در آخرت هم جزا نگرفتن چیکار کردن در کن؟ سیله رحمه وابسته شدن نکن. در دیگه حدیث پیامبر علیه السلام چی میگه؟ ان الله حرم علیکم حقوق الوالده، البته پروردگار شما در پدر و مادر در آخ شدن حرام گردانید گفت. یعنی پیامبر علیه السلام ما و شما ما شاهد است، ما و شما بیدار دارن که ای فرزند ای انسان پروردگار حرام گردان تا مادرتون یا که پدرتون آخ شدن، یعنی آخ میشتگی عمل نکن، آخ میشتگی کارها هرگز صادر نشود. ایت گفته ما و شما چیکار دارن؟ پیامبر آگاهی دارن. ولو دول بنات و فرزندهای دخترها مثال دریاچه کشتن، این البته میدونیم در جاهلیت بود، وقتا که در کدام خاندان دختر تولد شد در همون خاندان مصیبت بود. و کره لکم قیل و قال، و برای شما پروردگار کره دونست که قیل و قال یعنی فلان بوده است فلان شده است. انسان بچش میخدن ندیدگی یک گپ گفتنش، یا که یک از سخن یک انسان شنویده همون سخن پهن گردوندنش، این پروردگار نسل کره بده. یعنی پروردگار در قرآن میگه که تو خودت بچش ندیدگی چیز برای چی صحبت سخن میکنی میگه. دیمک ما و شما یک انسان یک سخن گفتن بعد در آوه چیکار نکنیم؟ شاشمش نکنیم فلان شده از پیستان. نه، ما آن چیزی که میدونیم گویم، آن چیزی که نمیدونیم سکونت کنیم. برای همین پیامبر علیه السلام روز ابو ذر رضی الله عنه گفتن اکثر انسان ها در جهنم ای واسطه زبان میشه. گفتن بعد ابو ذر رضی الله عنه ای رسول الله انسان سخنم کند از عقب سخنم در جهنم داخل میشد. گفتم بعد ای ابوذر مادرت گم کرده است، نمیدونی که اکثر جهنم داخل میشدگی انسان ها از پشت زبانه. گفتن دیمک ما شما دونستگی سخن کردن در کار نمیدونستگی سه در چی در کار که مونده در جای نبودگی خدا در گناه گرفتن. برای همین برادران عقیل و قال باز خدا ما داشتن شد و کثرت سوالی و بسیار یک چیز پرسیدن. ما شما در کار نبوده یک چیز پرسیدن هم پروردگار کلیه می‌نویسه. و اضاعت المال یکی دیگهش ما شما پروردگار حرام کرده یک چیز مال در جای ناتوغری ضایع کردن، در جای اسراف باشه، در جای ناتوغری جای همین پروردگار نازل
کره، یعنی پروردگار مکروه میدونسته. در دیگه حدیث پیامبر علیه السلام چی گفتن؟ قال نبی صلی الله علیه و سلم من الکبائر شتم رجل ابویه. گناه کبیره گفتن پیامبر علیه السلام انسان پدر و مادر خود حقارت کردن. قالوا یا رسول الله کیف الانسان یشتم ابویه؟ یا رسول الله انسان چخیل پدر و مادر خود حقارت میکنه؟ پیامبر علیه السلام چی گفتن؟ یسب رجل ابویه فیسب ابوه و امه. یک انسان دیگه انسان پدرش مادرش حقارت میکنه، همون انسان در مقابل این چی حقارت میکنه پدر و مادر اینه. برای همین ای سخنهای فحش، ای سخنهایی که بی آدابیه انسان در که ضرر داره هم در دین هم در دنیا هم در آخرت، همون سخنها چیکار کنه نبرانش. برای همین شاعر میگه ای بنده پروردگار وقتا که زبان تا خرق گردانی، پروردگار دانست که زبان به استغان است، به هر حالت میرد زبان تا پیش نسیوده تا دندان کتی زشته حمایه کرد. دانست که اینم نبرفته بعد طلب بجا کرد که همین زبان گندگیش چی بیرن آشکار نشد. ای بنده پروردگار همه احتیاط کرده که زبان تا که بکدم رو گندگی زبان نمیرونه. برای همین سخنهای بد باشه در دلم ای الله استغفار پرسیده نبرانده نکن. سبب ما یک سخن که کنیم البته کرام الکاتبین عتیق راقق چیکار میکنن؟ در رو مینویسته، در رو مینویسته که هوای ما روز قیامت حجت، یعنی به ضرر ما شما حجت میشه. غیبت کردن ایمی، حقارت کردن ایمی، دروغ گفتن ایمی، انسان ها برای خندانیدن انکدوت نبدگی گفتن این ما شما ضرره. پیامبر علیه السلام در حدیث میگن ویل لمن یحدث الناس لیضحککم یحدثهم بالکذب فیل لهم ویل لهم. ویل بود برای همه خیلی انسان که برای انسان جمعیت برای خنداندن سخنهای دروغ گفته میخندانند. برای این خیلی انسان پیامبر علیه السلام ویل 3 مرتبه جهنم این چقدرترین جاش ویل کی بود ویل گفتن. برای همین ما و شما منفعت بدگی چیز گویم نه، ما و شما منفعت نداره نه در دین نه در دنیا، سکوت کنیم ما و شما نغزه. البته سکوت کردن هم به گفتی عالما کدام جماعت نه که کدام گروه انسان ها با سخن فخر یعنی با سخن نیکش فخر کنن، تو با سکوت زیبات فخر کن که همین تنه نیکه، همین تنه منفعت داره. در دیگه حدیث پیامبر علیه السلام چی گفتن؟ عن ابن عمر رضی الله عنهم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان من عبر بالصله رجل اهل الودع به بعد ان یولیه. البته سیله رحم یک دیگهش همین بوده که این بهترین سیله رحم اگر یک انسان پدر و مادرش از دنیا رحلت کردن بعد همون پدر و مادر دوستاش که دوستداری کرده، پدر و مادر دوستاش حرمت احترام کردنم این یک سیله رحمه بهترین است. سبب همون پدر و مادر که در حیاتی با پدر این انسان چخیل خرسندی بدن، چخیل صحبتای نیک میکردن، همون صحبت‌ها چی میکنن یاد میدارن و در حق همین خیلی فرزندی که به دنیا آورد در حق این دعا میکنن. اون همین خیلی نتیجه نمیاره. لیکن ما و شما پدرها یا که مادرها ما گذشته باشن یاد نمیدارن. لیکن سنت موافق همون پدرها ما دوستاش برفته یک سلام دادن، یک حال احوال پرسیدن، این سنت موافق بده. قال نبی صلی الله علیه و سلم الرحمن معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله و من قطعني قطعه الله. البته سیله رحم در عرش وابسته بده، در تگ عرش کشاد بده. می گفته کدام انسان من سیله رحم بنده، یعنی کدام انسان سیله رحم کند الله و این سیله رحم میکند، کدام انسان سیله رحم نکند الله و اینم سیله رحم نمیکند. انشاءالله در این باره آیات ها بسیاره، در این باره آیات های پروردگار بسیاره که پروردگار چی میگه وعبد الله ولا تشرک به شیئا و بالوالدین احسانا. البته پروردگار یگانه خچین عبادت کردن امر میکنه به پدر و مادر و بیدل قربه. بعد همین پروردگار بیدل قربه یعنی به نزدیکات خش اقرب اکاو دادر خالمی اممی همینان در چیکار کردن احسان نیک کردن، همین چیه
این بهترین عمل بوده. پروردگار بینید که در آیت فقط خچ عبادت کردن امر کرد، یکم دیگه پدر مادر نیک کردن، بعد این خیش و اقربان نیک کردن امر کرد. برای همین شریعت نه سیله رحم موضع نقطه مهم داره که چیکار کردن که سیله رحم. سیله رحم بدگی جان اتفاق می شود، برکه می شود. یک گریون سر برمدن بعد همونجا کار به پیش میره. سیله رحم نبدگی همه دونستگی خچه کنه، همه گپی خچه پیش گیره، همه به حال خودش باشد، کلانها حرمت یاشان به پیسندی شود. در او جمعیت تفرد یعنی پراکندگی، اختلاف، دشمنی، غیبت، حسد، همین خیلی چیزا چی میشد؟ پیدا سر میزنند. سبب سیله رحم نبودن. سیله رحم باشه چی؟ مهر و عاقبت باشد، ان البته رحمت پروردگار نازل. گفته پیامبر علیه السلام حدیث شد این الله لا یرحم من لا یرحم الناس. پروردگار یک انسان رحم نمیکرده که انسان ها رحم نکنه. demak ما در جمعیت کلون ها رحم کرده، امک همومی مثال تاغامی خیش اقرابه سیله رحم وابسته کنیم، انا انشالله طبق سنت پیامبر علیه السلام سیله رحم نوابسته میشه. پیامبر علیه السلام در دیگه حدیثی میگن لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یقابل حق کبیرنا. ایمان نیست گفتم پیامبر علیه السلام کدام انسان که کلانهای ما رحم نکند، احترام نکند یا شام در رحم نکند، ایمان نیست گفتم. یعنی که همین حدیث کم در شرح لازم. پیامبر علیه السلام ایمان نیست گفتگی همو خصوصیت همو فعل اطوار. یک انسان مثال یک یاشان بیرحمی کرده مونشه یا که یگان مرتبه کلانان بی‌پسندی کرده موشه، این امت رسول الله نبدگی گفتگی گپ نیست. همو کاری که انسان میکنه بیرحم بی‌شفقت، همو کار خصوصیت خودش این سنت عملش نیست. سنت چیه؟ کلانها احترام کردن، یاشا رحم کردن. یاشا رحم کردن چه خیلی آداب تربیت زیبا دادن. مثال در حیات در کار چیز ما و شما در وقت انجام دادن، این یاشان رحم کردن. انا که کلانها احترام کردن، این هر یکی ما و شما میده. demak در این باره صحبت کنیم، صحبت ها بسیاره، لیکن ما و شما دونیم که ما کدام انسان احترام کنیم. البته پروردگار یک فرزند یا یک پسر یک شاگرد پروردگار در دنیا آورده، ما احترام ما بجا میورده. البته اگر ما پدر مادر بی‌پسند خیش و اقربان بی‌پسندی کنیم، البته ثمره اینه، نتیجه اینه تا حیات پروردگار نشون نداده از دنیا ما و شما رحلت نمیکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.